گوشیمو زدن. خب داداش تو خیابون برای چی باید گوشی دستت بگیری اینجوری؟ پنده رو بگو. پنده امروز هیچ وقت تو خیابون گوشیتون نگیرید دستتون نگیرید. بعد چون ممکنه که دزد بزنه گوشیتون رو و شما بدون گوشی باشید. بنده حالا کارو بگید. آقا تو خدا یه کاری کنید، گوشی دوستمون رو زدن. گوشی؟ این چیه؟ خانم شما نمیدونی من با برادرانم چیکار کردیم برای این گوشی؟ چه ممارست ها چی نچشیدیم، چه زنج هایی چی سر این گوشی شما چی به دست بیاریم نکردیم. ای والا جر خوردیم آبجی. وای مرسی، دوستم داشت سکته میکرد. سیا بیا بچه‌ها دمتون گرم. مرسی. اینطوریه؟ برو به سلامت.